با نام و یاد خدا سلام دارم خدمت همراهان کانال تحلیلگر اقتصادی. امیدوارم که خوب باشید. در ابتدای برنامه تسلیت میگم به همه جانها، به همه امیدها، به همه آرزوها، به همه آینده هایی که در بین ما نیستن. من امروز در این برنامه نمیخوام در مورد نحوه شکل‌گیری اعتراضات اقتصادی دیماه صحبت کنم. میشه صدها ویدیو ساخت، اما عزیزانی که با من همراه بودند این چند سالی تلاش کردم که آگاهی اقتصادیشون رو بالا ببرم، میدونن ویدیوهایی ساختم، هشدار دادم. قبل این اعتراضات هشدار دادم که این سیاست آزادسازی نرخ ارز، آزادسازی قیمت‌ها باید در زمان مناسب اجرا بشه، با توجه به این تهدیدهای ژئوپلیتیکی، تهدیدهای سیاسی و بین‌المللی که داریم، با توجه به این گذاری که جهان در اون داره در جا میزنه. در ویدیوهایی که در ارتباط با فلزات و طلا و سرمایه گذاری و اقتصاد جهان ساختم، به طور مستقیم، به طور غیر مستقیم، حتی آخرین ویدیوی قبل این اعتراضات رو برید ببینید. گفتم تهدید امنیتیه، باعث شورش‌های اجتماعی، باعث شورش‌های اقتصادی میشه. یا صدای من و امثال من رو نمیشنوند، یا هم میشنوند ولی به نفعشون نیست که حرفای ما رو اجرا کنن، خودشون رو به نشنیدن میزنن در کن، با منافعشون در تضاده. از الگوهای اقتصادی کشورهایی که این سیاست رو اعمال کردن صحبت کردم. در مورد سیاست‌های خاویر مایلی 2 تا ویدیو ساختم، به طور مفصل توضیح دادم که این سیاست آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی نرخ ارز در آرژانتین به چه شکلی بود. گفتم مایلی با وجود اینکه تعدیل مالی کرد، کسی بودجه رو به مازاد بودجه تبدیل کرد که دست در جیب مردم نکنه، با وجود اینکه کسی تراز تجاری رو تبدیل به مازاد تجاری کرد، با وجود اینکه تورم رو تثبیت کرد، هنوز جرئت نکرد که قیمت‌ها رو آزاد کنه، هنوز جرئت نکرد که نرخ ارز رو آزاد کنه. گفت 2 سال هم باید تورم تثبیت بشه. اینا رو گفتیم، کسی گوش نداد. هی تاکید میکردم در همه ویدیوها تورم تهدید امنیتیه، مسئله اقتصادی نیست. به نظر من هیچ چیزی برای ایران، خیلی صادقانه میگم، هیچ چیزی برای ایران خطرناکتر و تهدید آمیزتر از این اقتصاددانان یا مشاوران اقتصادی یا استادهای دانشگاه اقتصادی که بی سواد هستن، نادان هستن و چسبیدن به اون کتاب‌های 1930 که جهان در یک فاز دیگه است. خطرناکتر نیست، تهدید آمیزتر نیست. این سلبریتی های اقتصادی که قبل اعتراضات هی میگفتن آزادسازی کنید، آزادسازی کنید، دلار میشه 135. چی شد؟ الان شده 160. من مطمئنم 130 میشه، 135 میشه. همه شما مقصرید. همه این اقتصاددانان نادان مقصرن. همه این مشاوران غلط اقتصادی مقصرن. حالا عوامل دیگر هم دنبال ریشه یابی بریم.
عوامل دیگری هم دخیله. من فقط از بعد اقتصادی میگم که این مشاوران اقتصادی بی سواد بی تخصص که در دامان دولت هستن، در دامان تراستی ها هستن، نفعشون روزانه است. اصلا همه چی رو روزانه میبینن، کوتاه مدت میبینن، لحظه میبینن به آینده، به این که چه اتفاقی میفته. یه سیاستی رو اجرا میکنی، اینکه عواقبش چی باشه اصلا بهش نگاه نمیکنی. اصلاحاتی که به قیمت جان مردم باشه این اصلاحاته؟ خیر. من بیشتر نمیخوام صحبت کنم. صحبتامو قبل اعتراضات خیلی کردم، گوش ندادم و مطمئنم الانم گوش نمیدن. ولی من حرفمو میزنم، گوش ندید. حداقل عذاب وجدان نمیگیرم، حداقل میگم من وظیفه خودم رو در حد خودم، در توانایی خودم انجام دادم، در همین حد. امروز در مورد ارزش دلار صحبت خواهم کرد. ارزش ریال داره سقوط میکنه. یه برنامه جدا باید برای ارزش ریال بسازیم. ارزش دلار هم در حال سقوط هست. میخوام علتیابی کنم در این برنامه و آیا این سقوط ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ آیا این دلار زدایی ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ ببینید، دلار آمریکا زخمی شده چون که امپراتوری آمریکا، هژمونی آمریکا زخمی شده و آمریکا احساس میکنه که سلطه دلار به چالش کشیده شده، هژمونیش به چالش کشیده شده. وقتی که یک هژمونی، یک قدرت این رو درک میکنه که زخمی شده، هژمونیش در حال از بین رفتن هست، خطرناک میشه، غیر قابل پیش بینی میشه. این ترامپ نیست که خطرناکه، این ترامپ نیست که غیر قابل پیش بینیه. پشت ترامپ دولت در سایه، اقتصاد در سایه، بگیم همشون غیر قابل پیش بینی هستن، غیر منتظره هستن، هر کاری میتونن انجام بدن، غیر قابل پیش بینی. الان میگی جنگ میشه، جنگ نمیشه، من نمیتونم پیش بینی کنم چون غیر قابل پیش بینی شدن. هژمونی زخمیه، دلار زخمیه. این 4 ستون قدرت ساختاری آمریکا، امنیتش هست، امور مالیش هست، دانشش هست، تولیدش هست، همه اینها در دلار ریشه دواندن و همه اینها در حال تزلزل هستن. امنیت ملی آمریکا در حال تزلزل هست. امور مالیش بعد اون بحران‌های اقتصادی که در سیستم سرمایه‌داری ایجاد شد، بحران‌های مالی، اعتماد به امور مالی، به سیستم مالی آمریکا از بین رفته. چین هم تولید آمریکا رو، دانش آمریکا رو به چالش کشیده. وقتی که این 4 ستون ضعیف بشه، خب دلار هم ضعیف میشه. کشورها اعتماد خودشون رو به اقتصاد آمریکا، به رهبری سیاسی آمریکا، به دلار آمریکا از دست میدن. یک ریسک گریزی نسبت به دلار ایجاد میشه و کشورها به دنبال جایگزین کردن یک پول هستن، یک ارزی هستن که جایگزین دلار بشه، یک سیستم پرداختی هستن که جایگزین سویفت بشه. حالا سوال اینجاست که آیا این جایگزینی سیستم پرداخت به سرعت صورت میگیره یا به تدریج؟ من معتقدم اگر به تدریج صورت بگیره، اقتصادهای زیادی هزینه خواهند داد، اقتصادهای زیادی زخمی خواهند شد. شاید ناگهان این جایگزینی ناگهانی به نفع این جایگزینی آرام آهسته بشه، چون که در این آهستگی ها
اقتصادهای زیادی از بین خواهند رفت، مردمان زیادی کشته خواهند شد. آمریکا تلاش کرد با تحریم‌های اقتصادی از طریق سیستم مالیش، همون سیستم پرداخت سویفت و از طریق دلار، فشار و سیاست‌های اقتصادیش فشار بر روی اقتصادها بیاره. ولی این باعث شد که شاخص قدرت دلار کاهش پیدا کنه، چون که تلاش میکرد از دلار برای به کرسی نشاندن حرف خودش، قدرت خودش، سلطه خودش در میزهای بین المللی استفاده کنه. اما این باعث شد که یوان یا پولهای دیگر، یورو، به تدریج جایگزین دلار بشن. و الان خطری که احساس میکنه و نمیخواد اون اتفاق بیفته، جایگزینی پترو یوان به جای پترو دلاره. دیروز شی جین پینگ علنا اومد یوان، پول ارز خارجی ارز چین رو به عنوان ذخیره ارز خارجی معرفی کرد. برای اولین بار. خطرناکه. این کشورها اومدن به دلیل تحریم‌های اقتصادی یوان رو جایگزین دلار کردن. روسیه رو در نظر بگیرید، بیش از 90% تجارتش با چین از طریق ارزهای محلی صورت میگیره. کشورهای جنوب جهان، کشورهای شرق جهان، همه اینها در قالب یا در راستای سیستم پرداخت CIPS دارن فعالیت میکنن. ایران هنوز نکرده. ایران داره به این سمت سوق پیدا میکنه. اولیگارش‌ها نمیذارن چون نفعی که در اون هزینه پنهان تبدیل ارزها وجود داره، نمیخوام اون هزینه پنهان رو از دست بدن. آمریکا در حال حاضر اگرچه با تحریم‌های اقتصادی، با ابزار دلار خواست که حرفش رو به کرسی بنشونه، سلطه‌اش رو حفظ کنه، هژمونیش رو حفظ کنه، الان ارزش شاخص قدرت دلار در حال کاهش هست. و اگر ببینه پترو یوان داره واقعا جایگزین پترو دلار میشه، رحم نمیکنه، وحشیانه رفتار میکنه. به هر قیمتی که باشه، یا میبره یا میبازه. ما در این نقطه جهان هستیم. کشورهای جهان، برزیل، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، کشورهای شرق، اندونزی و مالزی و کشورهای جنوب آفریقا، همه اینها دارن با چین با ارزهای محلیشون تجارت میکنن. یعنی سهم دلار در تجارت داره کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه اولین صادرکننده جهان هم چین هست. داده ها رو بررسی کردیم. اگر یادتون باشه، من وقتی که ترامپ در دوره دوم رئیس جمهور شد ویدیو ساختم در مورد سیاست های ترامپ. برید نگاه کنید ببینید کدومش اشتباه. تک تک رو توضیح دادم و تک تکشون درست بوده. من به جرئت، ببینید، این بار شکست نفسی نمی کنم، این بار تواضع ندارم، به جرئت میگم در طی این مدت 2-3 سالی که ویدیو ساختم، هر پیش بینی که انجام دادیم درست بود، لغزشی نبود. چون داریم روندهای اقتصاد جهان، سیاست جهان، ژئوپلیتیک جهان، اینا رو مطالعه میکنیم، اینا رو به هم ربط میدیم. پشتش یک کار سختی هست. الکی نمیام 2-3 خط توییت بزنیم یا توی اینستاگرام چرت و پرت بگیم. همش درست بود.
در دوره دوم که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، گفتم که خود ترامپ عامل دلار زدایی هست. یک سال قبل در 2025 دلار 10% شاخص قدرت دلار 10 الی 11% ارزش خودش رو از دست داد. اما جالب اینه که در همین ماه گذشته، یک ماه اخیر، حدود 3-4% ارزشش رو از دست داده و انتظار میره تا پایان سال در برابر 19 ارز رایج دنیا، ارز رایج و اصلی دنیا، 7 الی 8% نهایتاً 10% باز ارزش خودش رو از دست بده. اما در این یه ماه اخیر حدود 3-4% ارزشش رو از دست داد. چرا دلار داره بی ارزش میشه؟ کاهش ارزش دلار به معنای کاهش افزایش ارزش ریال نیست. این رو بدونید. از اون عواملی که روی ارزش ریال تاثیر دارن با اون عواملی که روی ارزش دلار تاثیر دارن کاملا با هم متفاوته، ولی جالبه بدونید که هر دو پول در حال سقوطه. در همین یک ماه اخیر علت کاهش ارزش دلار بیشتر در بعد سیاسی و ژئوپلیتیک نهفته است و بعدهای اقتصادی هم برگرفته از این بعد ژئوپلیتیک و سیاسیه. در سال قبل علتش همون سیاست‌های جنگ طرفه‌ای بود، جنگ تجاری بود که ترامپ علیه دوست و دشمنش راه انداخته بود. سیاست‌های غیر منتظره، سیاست‌های غیر قابل پیش بینی. تعرفه وضع میکرد، عقب نشینی میکرد، تاکتیکای خاص خودش رو داشت. بازار رو گیج میکرد. بازارهای مالی همه‌شون گیج شدن. در همین یه ماه اخیر تنش‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های سیاسی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا سر گرینلند و بین ایران و آمریکا به شدت افزایش پیدا کرده. احتمال جنگ نظامی وجود داره. یاد حرف کینز، اقتصاددان کینز افتادم. کینز یکی از اقتصاددانانی بود که معتقد بود که باید جنگ جهانی دوم بشه تا اقتصاد آمریکا رشد کنه. گفت برای اینکه اقتصاد رشد کنه باید جنگ اتفاق بیفته. اقتصاد جهان در رکوده. در حال حاضر هم وضعیت اقتصاد جهان خوب نیست. تورم، کشورهای بلوک غرب نتونستن تورم رو مهار کنن. رکود هم در بسیار از اقتصادهای جهان، به ویژه اقتصادهای بلوک غرب وجود داره. برای رشدشون به جنگ نیاز دارن. جنگ باعث رشد شرکت‌های نظامی میشه. قیمت سهام شرکت‌های نظامی افزایش پیدا میکنه. باعث میشه که بعد جنگ قیمت سهام شرکت‌های ساخت و ساز بیشتر بشه. صنایع وابسته به ساخت و ساز بیشتر بشه. چون تخریب کردن، درب و داغون کردن، باید اونجا ساخته بشه. و اون کالاهایی که در دوره جنگ نمیتونستن مردم خریداری کنن، تقاضاشون رو به تعویق انداخته بودن یا تقاضاشون رو خفه کرده بودن، بعد جنگ تقاضا افزایش پیدا میکنه، اقتصاد رشد پیدا میکنه. اما من این رو بگم چون این بحث خیلی مهمه. شما یک اقتصاد رسمی رو میبینید. اقتصاد فقط رسمی نیست، اقتصاد غیر رسمی هم ما داریم. اقتصاد پشت پرده. جنگ باعث میشه که تقاضا برای کالاهای انسانی افزایش پیدا کنه. خیلی از آدم‌ها بی سرپرست میشن، خانواده‌شون رو از دست میدن. اقتصاد جنسی رشد میکنه. باعث میشه اقتصاد اعضای بدن رشد کنه. این جزیره هایی که در آمریکا ساختن، یک نمونهش همون اپستینه بود دیگه، این جزیره ها خوب کار کنن.
اقتصاد مواد مخدر یا اقتصاد در سایه رشد کنه. در جنگ رشد اقتصاد در سایه بیشتر از رشد اقتصاد رسمی میشه. اقتصاد اسلحه رشد میکنه. خب از طرف دیگه علت این که ارزش دلار داره کاهش پیدا میکنه، فرصت‌های سرمایه گذاری در خارج از ایالات متحده بیشتر از ایالات متحده است. سرمایه گذاری غیر دلاری رو ترجیح میدن. میبینید تقاضا برای طلا چقدر افزایش پیدا کرد، نقره چقدر افزایش پیدا کرد، یا فلزات گرانبهای دیگه. اون علت کاهش طلا رو هم خواهم گفت. به خاطر اینکه ارزش دلار کاهش پیدا میکنه. فرض کنید پول شما تو ایران، دلار هم همونه، پول شما در ایران ارزش کاهش پیدا میکنه، برای اینکه حفظ کنه ارزشش رو میرید دلار طلا میخرید. حفظش کنید، حالا سود نکنید، حفظش کنید، میرید طلا میخرید. همین اتفاق داره میفته در جهان. و از طرف دیگه صندوق‌های بازنشستگی در آمستردام در دانمارک دارایی‌های خزانه‌داری ایالات متحده رو دارن میفروشن. در اقتصادهای بلوک غرب به ویژه ژاپن وضعیت اقتصادیش خوب نیست. برای اینکه نرخ برابری دلار و پولش رو ین رو متعادل کنه، ثابت نگه داره دلار میفروشه، اوراق خزانه آمریکا رو داره میفروشه. بار بدهی آمریکا بیشترش به گردن ژاپنه. چین هم داره اوراق خزانه آمریکا رو میفروشه. هم فروش دلار بیشتر شده، فروش اوراق خزانه آمریکا بیشتر شده. خطرات تعطیلی دولت افزایش پیدا کرده. در سال گذشته سقف بدهی افزایش پیدا کرد. 43 روز دولت ترامپ تعطیل بود و این باعث شد سفرهای هوایی مختل بشه. هزاران نفر کارمند نتونستن حقوق داشته باشن. از طرف دیگه ترامپ گیر داده باید نرخ بهره کاهش پیدا کنه. این سیاستی بود که در ویدیوهای اوایل 2025 خیلی بهش تاکید کردم. نرخ بهره در حال تلاش میکنه نرخ بهره کاهش پیدا کنه. اگرچه پاول در ماهای اخیر 2025 نرخ بهره رو 3 بار کاهش داد، اما ترامپ اونو زیر سوال برد که هزینه‌های زیادی رو به خاطر تعمیرات بانک مرکزی به دوش دولت تحمیل کرده، در حالی که هدف اون نیست. هدف ترامپ اینه که استقلال بانک مرکزی رو به هم بزنه. نمیخواد بانک مرکزی مستقل باشه. وقتی که بانک مرکزی مستقل نشه، یعنی دولت، یعنی بانک‌ها میتونن به راحتی از جیب شما دزدی کنن. در ایران هم همین اتفاق داره میفته. بانک مرکزی ایران مستقل نیست. بنابراین بانک‌ها و دولت به راحتی دست در جیب مردم میکنن. خاویر مایلی یه حرف قشنگی زد، میگه مثلا وقتی که دولت مازاد بودجه داشته باشه اصلا نیازی به بانک مرکزی نداره. راست میگفت. منم با حرفش موافقم. خب چرا میخواد نرخ بهره رو کاهش بده؟ میگه اقتصاد آمریکا به طور مصنوعی رشد کنه. پولها، سرمایه از اوراق قرضه به سمت از دلار، از اوراق قرضه به سمت طلا، به سمت سهام بورس آمریکا، به سمت بازارهای رمزارز سوق پیدا کنن. اما این اتفاق نمیفته. سرمایه گذاری های دلاری داره کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری غیر دلاری افزایش پیدا میکنه. مگر هدف ترامپ از سیاست های طرفه این نبود که سرمایه گذار رو برگردونه به آمریکا و آمریکای بزرگ رو ایجاد کنه؟ این کاهش نرخ بهره به معنای چیه؟ افزایش تولید، افزایش صادراته. میگه که با کاهش نرخ بهره من میتونم تولید رو افزایش بدم، میتونم
سرمایه گذاری رو در آمریکا بیشتر کنم، میگه میتونم صادرات رو افزایش بدم، ولی موفق نمیشه. این در تاریخ آمریکا در دوره جمهوری خواه این سیاست ها رو اعمال کردن، موفق نشدن، الان هم موفق نمیشن. میگه با دلار ضعیف پول بیشتری رو نسبت به دلار قوی میتونیم به دست بیاریم. اما این زمانی اتفاق میفته که چین نباشه. چین آمدانه ارزش پولش رو کاهش داده. چین آمدانه داره سوبسید میده، حزب کمونیست چین داره سوبسید میده به برخی از صنایع مرتبط با اقتصاد سبز، صنایع مرتبط با اقتصاد فناوری پیشرفته که صادر کنه، تولید کنه. آمریکا نمیتونه با کاهش نرخ بهره، با جنگ ارزی، تولید رو، سرمایه گذاری حقیقی رو به آمریکا برگردونه. نه تنها نمیتونه، بلکه اون سرمایه های گرم، هات مانی بهش میگن، از بازار اوراق خزانه آمریکا، از بازار بورس آمریکا هم فرار خواهند کرد. اگر چین نبود موفق میشد. ترکیه هم همین سیاست رو اعمال کرد، موفق نشد. تورمش به شدت افزایش پیدا کرد. برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر اومد هی دلار از پشت درهای بسته بانک مرکزیش هی دلار به بازار تزریق کرد. اما آمریکا اگر دلار تزریق کنه، باز ارزش دلار کاهش پیدا میکنه. ترامپ میگه با کاهش ارزش دلار بدهی آمریکا هم ارزشش کاهش پیدا میکنه دیگه، بی ارزش میشه. الان بدهی آمریکا به 38 تریلیون دلار رسیده و سال گذشته اشتباه نکنم حدود 970 میلیارد دلار همون بهره بدهی رو پرداخت کردن. بدهی های آمریکا در حال افزایش، ریخت پاشای دولت ترامپ افزایش پیدا کرده، حالت جنگ وجود داره. جنگ چی میخواد؟ جنگ پول میخواد. این ریزش طلا رو که دیدید، خیلی فکر میکردن چون روز جمعه ترامپ کوین وارش رو نامزد ریاست بانک مرکزی آمریکا کرد به این دلیله و اون چون سیاست پولی انقباضی اعمال میکنه در کارنامش این دیده میشه. قبلا این آقای وارش 55 ساله قبلا در وال استریت بوده، در بانک مرکزی آمریکا بوده و به سیاست‌های پولی انقباضی معروفه. در حالی که بریم بررسی کنیم این تحلیل غلطه، در این اینستاگرام یا جای دیگه می‌دیدم دارن این تحلیل رو انجام میدن. خیر، برید یه کمی بهتر تحقیق کنید. آقای وارش از دوستان نزدیک ترامپه، آقای وارش از بستگان آقای ترامپه. ترامپ بگیم دیگه. و خودش میگه من رئیس بانک اگر رئیس بانک مرکزی به حرف من گوش نکنه، من اون رو نامزد ریاست نمی کنم. یعنی اومد گفت که من رئیسی رو، فردی رو انتخاب میکنم که زیر نظر حرفای من باشه. در مورد کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ بهره از من مشاوره بگیره و وارش واضح گفته میتونیم با تغییرات ترازنامه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو هم کاهش بدیم. بنابراین در بازار انتظار کاهش نرخ بهره وجود داره. ولی اون که طلا ریخت این به دلیل نوسانگیری بود. چطور در ایران دارن نوسانگیری انجام میدن؟ دولت هزینه هاش رو، کسریش رو پوشش بده. همین اتفاق در آمریکا هم رخ میده. همون آمریکایی که فکر میکنید بانک مرکزیش مستقله، همون آمریکایی که فکر میکنید لیبرال، دموکرات، سیاست های اقتصادیش آزادانه از این دنیای خوبه، اونا هم دارن نوسانگیری میکنن. خیلی راحت نوسانگیری انجام شد.
در مورد کلاهبرداری قرن در مورد طلا ویدیو داشتم، حتما برید ببینید. در اونجا کاملا توضیح دادم که آمریکا تبدیل شده به بزرگترین مرکز آربیتراژ خرید و فروش طلا در جهان. درسته از دلار، کاهش ارزش دلار دارن رنج میبرن، اما دارن از دلالی میکنن تو طلا و دارن اونجا سود میبرن. آمریکا خطرناکه. اقتصاد در سایه آمریکا رو در دست کم نگیرید. این سیاست کاهش نرخ بهره زمانی میتونه جواب بده که در جهان رکود نباشه. الان در جهان رکود هست، تورم هست، چین هست و هزینه انرژی هم در حال افزایشه. بنابراین این سیاست که بتونه تولید رو بیشتر کنه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو در آمریکا بیشتر کنه و صادراتش رو افزایش بده، نمیتونه. ما داده های سال 2025 رو ببینید، رفتم بررسی کردم، 2 تا ویدیو ساختم، گفتم بیشترین صادرات مال کدوم کشور بود؟ مال چین بود. چین به هدف رشد 5% هم رسید. آمریکا هم خب آبروشون نره، گفتن که ما صادرات رو افزایش دادیم، کسری تراز تجاریم رو کاهش دادیم. بعد که رفتیم داده ها رو بررسی کردیم دیدیم که بیشتر مرتبط با خرید و فروش طلا هست، یعنی مرتبط با تولید حقیقی آمریکا که باعث افزایش اشتغال بشه نیست. خب این آمریکایی‌ها، خیلی از ایرانیان خارج از کشور در این کانال هستن، به من هم پیام میدن، میگن این سیاست‌های ترامپ رو ما اثرش رو در کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی نمیبینیم. حالا شما بعضی وقتا در ایران یه سیاستی اجرا میشه، میگه این باعث میشه که تورم کاهش پیدا کنه، رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه. شما نمیبینید، چون نفع این سیاست برای افراد خاصه، برای عموم افراد نیست. منظور از رشد خودشونه، منظور از کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها برای خودشونه، نه عموم مردم. همه این سیاست ها باعث شده که ارزش دلار کاهش پیدا کنه. ارزش طبق گزارش IMF 3 ماهه سوم 2025 ذخایر خارجی جهان که دلاریش نسبت به 3 ماهه اول 1.5% کاهش پیدا کرده، 56% رسیده، در حالی که در سالهای 2000 این 80% بود، بالای 90%، 80% در این نرخ‌ها بود. الان شده 56%. بدهی آمریکا در حال افزایش، هزینه‌های دولت ترامپ در حال افزایش، سیاست‌های تجاری آمریکا، این جنگ تعرفه آمریکا باعث شده که مردم جهان، حتی مردم آمریکا بیان دلار بفروشن، اوراق خزانه آمریکا رو بفروشن و طلا خریداری کنن که وال استریت به این هم میگه فروش آمریکا. یعنی آمریکا داره به فروش میرسه. کشوری که پولش به فروش پولش ارزش نداشته باشه یعنی فروخته شده. قدرت اقتصاد یک کشور رو، اعتبار اقتصاد یک کشور رو پول ملیش نشون میده. از طرف دیگر هم کشورهای جهان در سیستم CIPS دارن تجارت میکنن و ارز دیجیتالی به نام بریت راه انداختن که انتظار میره بعد تسویه حساب در کشورهای عضو اوپک از این رمزارز استفاده کنن. وضعیت آمریکا خوب نیست، وضعیت اقتصادی آمریکا خوب نیست. نمیخواد پترو یوان جایگزین پترو دلار بشه، نمیخواد هژمونیش به خطر بیفته، به همین جهت خطرناک شده، به همین جهت غیر قابل پیش بینی شده و در این حالت هر گزینه‌ای، به ویژه گزینه نظامی، محتمل ترین گزینه هست برای حفظ هژمونی خودش. فکر نکنید آمریکا به دنبال دموکراسی و آزادی در ایران هست، اون هم به دنبال نفع خودش هست. اما سیاست‌های غلط اقتصادی که در ایران داره اجرا میکنه باعث شده که مردم برای آزادی به دنبال ترامپ باشن، مردم برای بهبود وضعیت اقتصادیشون به دنبال ترامپ باشن. یکی میخواد ترامپ رو نجات بده. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.